سلام بچه ها، من یه ویدیو دیگه گذاشتم که با شما درد و دل کنم. اومدم بهتون بگم که اوایلی که من پیج زده بودم خیلی هم لیسته کنم. آخرای تابستون بود که من پیج زدم. یه 3 ماهی هست و پیجمو دارم تو یوتیوبم. و اینکه من اومدم یک ویدیو گذاشتم 1700 تا 1,700,000 تا ویو گرفت. من اول فکر میکنم 1,000 تا گرفته، 1,700 تا گرفته. به رفتم دیدم 1,700,000 تا گرفته. بعد من این همه خوشحال شدم، گفتم اولین ویدیویی که گذاشتم پسرم دخترم نیستم که اینجوری حمایت شدم. خیلی خوشحال شدم. تو خونه برای خودم دور میزدم و از خوشحالی داشتم خودم میکشتم. بعد رفتم یه ویدیو دیگه بذارم، دیدم اسم من دخترانه بوده. بعد فکر کردم چرا اسم من دخترانه بوده، که یه سالی بود من گوشیمو داده بودم به خواهرم گوشی نداشت و این خواهر ما هم کلا اینستا و یوتیوبشو کلا دخترانه کرده بود. بعد من اومدم حسین گذاشتمش که اسم خود من حسین هست، که شاید مثلا به خاطر دختر بودنم نبوده که ویو گرفتم. ما اومدیم گذاشتیم یه 7-8 تا ویدیو، بعدش دیدیم هیچ ویو خیلی نگرفت، نزدیک 200 تا دونه 300 تا دونه گرفت. این اوایل هم یه مریضی اومده، همه مریضی گرفتن، انشالله همه بهتر بشن. من اومدم بگم تو این همه تو اینستا تو یوتیوب اکسپلور گرده میکنی، همینطور که ما هم میبینی یه لایک و فالو بکن، چیزی نمیشه که، نه پولیه نه چیزیه. یه مرامی داشته باش، ما رو لایک و فالو کن، ما هم داریم اینجا زحمت میکشیم، شما میذارین یکی به شما کمک میکنه. دمتون گرم.